با جوتی سفید از جمهوری تاجیکستان کامرانشاه اوستوپیریان. اکنون دوستانی عزیز با جداگی سفید است که با همون نفسی با کشیدن یک نفسی تازه کامرانشاه اوستوپیریان به میدان میبراید. در مرحله اول آزاد بود، در مرحله دوم زیر وزن 90 کیلو با حریفش پهلوانی 19 ساله آذربایجان و میدان میبرد که در حال سبقت را شروع میکند کامرانشاه. طالبوف ووگر پهلوانی 19 ساله آذربایجان در مقابل کامرانشاه اوستوپیریان پهلوانی خیلی هم موفقی ما که 30 سال دارد. در اکثر همون مسابقه های گران پری و گران اسلام اشتراک میکنند و پرچمبردار کشور ما اصلا اوستوپیریان کامرانشاه خیلی امکان خوب دارد. خیلی با یک تیاری خوب پشتین میگیرد. دل پرانه طالبوف باشد. پهلوانی آذربایجان جداگی کمود است. حالا اجرای اصول نمیکنند، یکدیگر را می‌آموزند و کامرانشاه باشد و پرتاف میکند در اینجا میخواهد. طالبوف اوگر پهلوانی آذربایجان میخواهد پرتاف کند و کامرانشاه باشد خود را در حال کنار میگیرد. شیدای نخست را برای پهلوانی ما نشان میدهد. داوری مرکز و کامرانشاه باشد. حالا دوباره سبقت را شروع میکند و یک پرتافتی خیلی هم خوب نشان میدهد. همان اصولی که از پیش پای ضربه میزند اکثر همان حریفانش را بیا دوباره توجه میکنیم به همان حالتی که یک پرتافتی خیلی هم خوب نشان داد و او چی مطرح نیست در سطح عالی اجرا میکند کامرانشاه اوستوپیریان و حالا دوباره انتظار میشویم. او اشاره برای داوری مرکز میکند برای نادرست داشتنی دستش. حالا فرصت جستجو میکند برای پرتاف کردن. اکنون گیرمانی حریفش را خیلی مستحکم میگیرد. حریفش نیز در مقابل او خیلی خوب خود را قوی نشان میدهد. پهلوانی خیلی هم جوانی آذربایجان که در حال شیدای نخست را برای او هم نشان میدهد. داوری مرکز برای پهلوانی آذربایجان خیلی هم جوان است، 19 سال دارد. در مقابل پهلوانی 30 ساله اما کامرانشاه اوستوپیریان دست را خیلی مستحکم گرفته است و دوباره گیربان را میگیرد. او تنها طالبوف اوگر درها خود را دفاع میکند. و دوباره از جای برمیخیزند. سبقت ادامه مییابد اکنون دوستان عزیز. کامرانشاه حالا خیلی خوب کشتین میگیرد. تنها هر دو با یک شیدا مجازات گردیدند. نوبتی دیگر حالا خیلی امکانی خوب دارد برای پرتاف کردن. حریفش نیست خیلی خسته به نظر میرسد و دوباره سر زانو مینشیند میخواهد پرتاف کند ولی حریفش نیست خود را دفاع میکند از پهلوانی ما. و شیدای دویم را نیز نشان میدهد برای کمفعالی با پهلوانی آذربایجان وگر طالبوف و کامرانشاه. نوبت دیگر میخواد در زمین کار کند ولی حریفش نیست خود را دفاع میکند. دوباره سبقت ادامه مییابد اکنون.
حریفش نه آنقدر پهلوانی با تجربه است، ولی اما موجودیون در مقابل پهلوان ما خیلی خوب حمید رشاد خیلی خوب گوشتین میگیرد و دقیقه ها پشت سر میشوند. اوان همین هر دو ورزشکار سبقت را ادامه میدن و وقتی اساسی به پایان میرسد. اکنون 4 دقیقه وقتی اساسی و کار به وقتی طلایی میرسد. در گلدن سکو اکنون میبینیم کامروشوی اوستوپیدیون چگونه حرکت های خوب و پرتوفت های زیبا را برای ما نشان میدهد. اکنون نوبت دیگر خیلی مستحکم میگیرد، حریفش را به هر طرف هوا میدهد. حریفش نیست خسته به نظر میرسد. حالتی خوب پای را سرور باید رها کند. برای حالتی از یکم نگاه داشتن و پایش رو خیلی مستحکم میدارد. طالب و فوگر حالا حرکت میکند، پایش رو بربرد نکند. کامروشوی اوستوپیدیون حالتی خوب است. ولی اوگر طالبوف خود را دفاع میکند، خود را از این حالت میبرارد. اکنون کامروشو دوباره از جای بر میخیزند. سبقت را شروع میکند. In blue judogi representing Bahrain, Zelibkhan Bashaev. نوبت دیگر و اکنون انا همین پرتوفته که در باز انتظارش بودیم دوستان عزیز. از لحظه های اول انتظار انا همین پرتوفته که همه هواداران مخلصان و دوستداران گشتین را از جای برخیزاند و با کفگوبی زدن انا همون رو وادار ساخت. اکنون دوستان عزیز خیلی هم پرتوفتی زیبای نشان داد اکنون که طبع ما و علمان مخلصان را شاد گردانده کن. پیروزی نصیب پهلوان ما اوستوپیدیون کامروشوی اوستوپیدیون میگردد و او با مرحله های بعدی را خط میگیرد. اکنون دوستان عزیز خیلی هم یک پرتوفتی خوب و عالی نشان داد. بیا دوباره توجه میکنیم با همون حالتی که چگونه ضربه زد از پیشی پای حریفش و پیروز گردید. اینک با تتم دو دعوت کرده می شود در وزن 90 کیلو در مرحله دوم ورزشکار با جودوچی سفید از جمهوری تاجیکستان جهانگیر مجیدوف و با جودوچی کبود ورزشکار از جمهوری اسرائیل دانیل برسخاتسکی. Jean Geldina, in blue from Mongolia, Batmayer Erdentot. و اکنون دوستان عزیز دوباره کامروشوی اوستوپیدیون به میدان میبارد. کامروشوی اوستوپیدیون بر مقابل جهانگیر مجیدوف. اکنون دوستان عزیز دو هموطن در مرحله های چهار یک نهایی هر دو سبقت را شروع نمودند. دوستان عزیز جهانگیر مجیدوف در مقابل کامروشوی اوستوپیدیون گشتین میگیرند. هر دو پهلوانان خیلی پهلوانانی با تجربه هستند و بارها با یکدیگر گشتین گرفتند و از هنر و مهارت یکدیگر خیلی خوب برخوردار هستند. و کامروشوی اوستوپیدیون حالا ببینید در حرکت است، حرکت های خوب نشان میدهد و مجیدوف نیز در مقابل کامروشو خود را خیلی فعال نشان میدهد. حالا کامروشو گیدمون را خیلی مستحکم میگیرد
ҳава маҷидов бошад. дар татами дарвози дар муқобили ӯ хеле худро қавӣ нишон медиҳад. ҳарду варзишгар бо ҷудочии сафед аз ҷумҳурии аморати муттаҳидаи араб хеле як сабқати хуб нишон медиҳанд барои мо. ва тамошобинони азиз, мансур раҳмон чӣ тавре қайд намудем, ҳарду аз ҳонару маҳорати якдигар хеле хуб бархурдор ҳастанд. Комроншоҳ каме хастагӣ худро нишон медиҳад, вале бо вуҷуди хастагиаш хеле хуб гӯштун мегирад дар муқобили ҷоҳонгир маҷидов. ҳоло шидои нахустро ба паҳлавони мо комроншоҳи устопидиён ки бо ҷудогии сафед аст барои ӯ нишон медиҳад. ҳарду паҳлавонони мизбон ҳастанд, ҳамватан ҳастанд. ва навбати дигар ҷоҳонгир маҷидов фаъоли худро нишон медиҳад. хеле хуб гӯштин мегирад акнун. сурати гӯштинашро тағйир медиҳад. камарро мегирад ва як партофти дигар аз дохили пои ҳариф зарба мезанад комроншоҳи устопидиён. ва ҳоло бо ду шидо муҷозот гардидааст. комроншоҳи устопидиён ва танҳо бо як шидо муҷозот гардидааст. ҷоҳонгир маҷидов дубора таваҷҷӯҳ мекунем ба анамон ҳолате ки хеле хуб эҷро кард комроншоҳи устопидиён. сабқат идома меёбад. навбати дигар ҷоҳонгир дарҳол гиребони комроншоҳро мегирад. вале қуввааш басандагӣ намекунад барои бо пои ҳаво доданаш ҷоҳонгир маҷидовро. ва комроншоҳ ҳоло мехоҳад дар замин кор кунад. акнун хеле ҳолати хатарнок барои ҷоҳонгир маҷидов ва ин ҳолат дарҳол бартараф мегардад. худро хеле хуб дифоъ мекунад ҷоҳонгир маҷидов. дар ҳолати асекоми хос ҳарифашро нигоҳ дорад комроншоҳи устопидиён. ва дубора сабқат идома меёбад. 10 сонияи дигар то ба анҷоми вақти асосӣ. вале фикр мекунам ин сабқат то ба вақти тиллои голден ско меравад. ва ҳамин тавр мешавад вақт ба поён мерасад. ва ҳоло мебинем ду ҳамватан, ду паҳлавоне ки аз кишвари мо ҳастанд, мизбон ҳастанд. чӣ гуна ҳунару истеъдоди худро дар вақти тиллоӣ нишон медиҳанд. ҳоло комроншоҳ фаъолии худро нишон медиҳад, зеро ӯ дарк набудааст ки бо ду шидо муҷозот гардидааст дар ҳолати камфаъолӣ. ва як дубора мехоҳад ҷоҳонгир маҷидов партоф кунад. ҳолати хеле хуб барои комроншоҳ. сараввал бояд пойро раҳо кунад аз ва баъдан ҳолати асекомӣ. ҳоло комроншоҳ дар замин кор мекунад. ва довари марказ дарҳол сабқатро боз медорад. акнун дубора сабқат идома меёбад. навбати дигар комроншоҳ мехоҳад эҷрои усул кунад.
حال قواش بسندگی نمیکند. بار دیگر با پای میخواهد هوا بگیرد. کامرانشاه را جهانگیر مجیدوف گشته برگشته بر زمین می نشیند. جهانگیر مجیدوف و خود را خیلی خوب دفاع میکند. خود را خیلی خوب دفاع میکند جهانگیر مجیدوف. حالا کامرانشاه میخواهد جهانگیر را از گلیم مرکزی ویران سازد و خیلی با سرعت کامرانشاه فعالی خود را حالا نشان میدهد و یک پرتافتی خیلی هم زیبا نشان میدهد بالاخره که در وقت طلایی یک پرتافتی خیلی هم طلایی نشان میدهد برای ما. کامرانشاه استوپینیون و پیروز میگردد. جهانگیر مجیدوف را شکست میدهد و اکنون کامرانشاه استوپینیون یک قدم و پیش میماند. حالا دوباره توجه میکنه به همان حالتی که پرتافتی خیلی هم خوب نشان داد. فکر میکنم این پرتافت با امتیاز یپن شباهت داشت. ولی این را تنها داوران حلنامه این را میبرند. حالا انتظار میشویم و پیروز میگردد همین هر دوستان عزیز. کامرانشاه استوپینیون پیروز میگردد با ادای احترام یکدیگر را خیلی خوب آغوش میگیرند و به مرحله نیم نهایی وزن سری 90 کیلو را خط میگیرد کامرانشاه استوپینیون و جهانگیر مجیدوف باشد. حالا در رقابت های تصالبات ادامه نبرد میکند. اما حالتی که کامرانشاه استوپینیون خیلی خوب چالاکی خود را از دست نداد، کشتی گرفت و با مرحله نیم نهایی را خط گرفت. Tatami 2, next quarter final, men under 90 kilo in white from Uzbekistan, Jahongir Mamadrahimov. In blue, representing United Arab Emirates, Aram Grigoryan. گریگاریان ارمنی تباری منتخب امارات متحده عرب شکست خورد و اکنون پهلوانان دیگر حالا به میدان میآیند. بله، در وزن جمعی 100 کیلو، وزن 100 و اکنون رقابت نیمه نهایی وزن تا 90 کیلو رو ما تماشا میکنیم که عضو منتخب جودوی کشور کامرانشاه استوپینیون و محمد رحیموف نماینده جمهوری ازبکستان به میدان برآمدند. جهانگیر محمد رحیموف جوان است و کامرانشاه که امروز از حساب تجربه مسابقه های سطحی باشکوه یک موقع شایسته و نمایان هم دارد. جهانگیر در 33 رقابت سطحی باشکوه شرکت ورزیده است. در چمپیونات آسیا میان جوانان برنده مقام اول است. بله، سال 2022 باز هم اینجا هم کامرانشاه بر رفتی میدان داره، باز هم شهامتی دیگر داد. توجهش برای دریافت یا فرصت یا استفاده همان حالت خیلی خوب و مناسب جهت صاحب گردیدن امتیازی وزری بود. جهانگیر کبودپوش کشور همجوار ما از ازبکستان حالا در روند تلاشش خیلی جسوری به نظر می رسد. کامرانشاه در
فعالیت ورزشیش 173 مرتبه به عرصه جهانی قدم نهاده است در مسابقات سطح با شکوه جهانی و عنوان و درجه های ورزشیش خیلی زیادند و مخصوصا کارنمایی پهلوانی ما در مسابقات گرانپری نظیر ندارد. یعنی منظور از اشاره بنده از همه بیشتر عنوان نتایج شایسته را صاحب گردیده است و 9 مرتبه جایزه های افتخاری را مال خود کرده است. 3 بار صاحب مسابقات مدال طلای مسابقات گرانپری، 2 بار برنده مدال نقره ان همه مسابقات و 4 بار صاحب مدال برنجی مسابقات گرانپری گردیده است. یگانه پهلوانی که عنوان شایسته قهرمان آسیا را دارد. 2 بار 2 مرتبه کامرانشاه استوپریان قهرمان آسیا در میان بزرگسالان شده است که حتی این دستاورد را بدون مبالغه رسول هم ندارد. اکنون نیروسنجی پهلوانان را یک بار دیگر که بسیار هم با یک اصول خیلی پشت پا اینجا حرکت بهتر را خواست که خوب انجام دهد، اما دست حریفش آزادتر بود. سبب موفق نشدن کامرانشاه همین بود. در تاتامی 1 با مدت 7 دقیقه تنفس. کامرانشاه در مقابل جهانگیر هم از حساب تجربه غنیش ظفر یافت. براستی کسی که این سبقت را دید گفته های بنده را بدون مبالغه تصدیق می سازد. جهانگیر محمد رحیمов در این وزن پهلوانان ازبکستان چهره های نمایان خیلی زیادند، اما اینجا جوانان دعوت شدند، چهره هایی که البته باز هم از حساب تقویت ملکه اندک تفاوت دارند. شید و بهر دو ورزشگر برای سست عمل کردنشان. کامرانشاه جستجو میکند راه های البته با موفقانه را. کامرانشاه جهد و تلاشش باز هم یک لحظه خوب و مناسب را فراهم آورد، اما در نگاه داشتی فاصله اندک سراسیمه شد و جهانگیر هم الکی احساس کرد که کار به چی انجام می‌یابد، خود را دفاع کرده توانست. وقتی علاوه برای دریافت امتیاز طلایی اشاره دارد جهانگیر سراسیمه نشوید. بله، هر یک حرکت، نظر، قدم، نگاه، امر، اشاره، همه این تحت بله نظارت جدی کامرانشاه است. شیدا به پهلوانی ما اعتراض ها اندکی زیادتر می شوند. یعنی داشتنی که در این سمت اشاره کرد خود داور اکنون کامرانشاه را می باید که روندی تلاش خود را کاملا دیگر کند، چون که دو شیدا شد برای ورزشگری ما. اینجا امتیاز ضرور است و در برابر امتیاز به همان نظام و ترتیب مشخصی که در قاعده های جودو رایج است. ورزشگری جوان ازبکستانی گوشتی نگرفته ایستاده است. یک طرفه داشت، داور به این چهره هم شیدا داد. جهانگیر محمد رحیمov تقدیر مبارزه
اول نیمه نهایی رو مجازات‌ها حل و فصل می‌سازند یا امتیاز؟ حالا با این سوال بعد چند لحظه پاسخ خواهیم گرفت. دقیقه دوم وقت ایلاوگی. بله، کامرانشاه فعال شد. داور با جهانگیر محمد قلوف از ازبکستان شیدای سیوم داد و با همین طرز کامرانشاهی استوپیریان به مرحله نهایی مسابقات نخستین گراند پری در تاجیکستان را خط گرفت. ورزشکار ما چون اشاره کردیم که تجربهش در صحافت ورزشیش ماست در مسابقات گراند پری خیلی شایسته که 30 ساله ما بر مقابل رقیب 25 سالش برای به دست آوردن نشان طلا مبارزه میبرند. کامرانشاه رده‌بند جهان رقم 16 است و رقیب 196. بار اول این جفت بار اول میان همدیگر مبارزه میبرند. دوستان عزیز، آنها رسیدن به قسمت فینال، مخصوصا کامرانشاه استوپیریان با رقیب با همین شیوه آماده رسیدن. رقیب 4 حریف را مغلوب کرده از کامرانشاه باشد. جهانگیر مجیدوف طالب و محمد رحیموف ازبک را شکست داد و به قسمت فینال آمد. این نبرد را کاترینا مرزاکی آلمانی حکمی میکند. چوبان عقابان دو بازوکشا، حریفان بزن از زمین بر هوا، بباش با دل و جسم و جان قوی که میدان گراند پری دوشنبه نماند تهی. کامرانشاه استوپیریان 3 کرات برنده میدان طلا بر مقابل رقیبش الدار الاخوردیوف با میدان میبراید. 25 ساله پهلوان از تیم بی‌طرف در اینجا مقابل کامرانشاه. پهلوان ما جداگی سفید به بر کرده است. حالا شروع می شود نبرد تاریخی برای به دست آوردن نشان طلا. حالا مردم در اینجا صدا بلند میکنن. کامرانشاه اولین چنگال کامرانشاه الاخوردیوف در ترازو است. با همدیگر نزدیک آمدند. این دومین مسابقات است که این پهلوان یک تک کبود پوشیده ای که زانو میافتد شرکت می‌ورزد. حالا کمفانی این پهلوان میزبان را مهمان رو در اینجا دیدن. میزبان پهلوان ما است و شجاعتمندانه قدم میگذارد. کامرانشاه استوپیریان اولین بار داور مرکز مهمان رو کم فعال دید. الاخوردیوف برای پیدا کردن گریبان کامرانشاه استوپیریان می رود. در فاصله نزدیکتر هر دو مبارزه میبرند و طریق پای کامرانشاه جهد میکند که الاخوردیوف را به سمت دیگر برادر جان مخلصان صدا میکنند. اوه، حتی صدا میشد که اینجا نایستد. این نبرد را رهبر فدراسیون جدای مهن تماشا میکند. حالت داشتن بار دیگر ببینید در فاصله نزدیکترین و هر دو پهلوان با جهد و تلاش میان همدیگر دست به گریبان هستند. او کامرانشاه از منطقه زرد میبراید. اولین شدا برای کامرانشاه از احتمال دور نیست برای نشان دادنش. برآمدن از تحت همین معنای شدا را دارد و خوبی قبول میکند. اکنون شماره شداها 1-1 است. ادامه نبرد در وقت اساسی. مراتب ششم است که کامرانشاه استوپیریان به قسمت فینالی گراند پری میرسد. حالا طریق پای
در اینجا فریدون استاپیروف همیشه با پای کار کردن و برای کامرانشاه مصلحت میگوید. الاخوردیوف باشد مربیش میگوید که از او کم فاصله گیر. مخلصان در اینجا همه جمعند و این نبرد رو تماشا دارند. حالا با هم می آیند. بار دیگر طریق کومیکاتا کامرانشاه استاپیریان دست را جنباندن برای کامرانشاه مصلحت میدهند و برای یک حرکت خطرناک. الاخوردیوف هم زمین آمدنش بسیار اولین شده مربی برای الاخوردیوف میفهماند که اولین شده حالت داشتن را به بار بیاره. آستین داشته است کامرانشاه. دست را جنباندن لازم است برای سمت دیگر حرکت کردن کامرانشاه. ببینید در فاصله نزدیکترین آن اکنون اوچیماتا که این نوبت هم خطرناک است. حالتهای تکرار را تماشا میکنیم دوستان عزیز و میبینیم که در اینجا در اصل در این نبرد بسیار هیجان است، هیجان خیلی هم زیاد. حالا انقریب که برابری نبرد را میبینیم. هر لحظه که الاخوردیوف در اینجا هجوم میکند عکس العمل کامران او را به زمین میآورد. حالا انقریب که برابری است. یک اصول خوب دارد کامرانشاه، این را اجرا کردن میخواست ولی الاخوردیوف از این دفاع میکند. این حرکت کامرانشاه که بارها با این تاکتیک موفق گردیده است. سر نو می روند. باز سر نو می شود. اما با هیجان این نبرد را نظارت دارد. این رقابت را مخلصان ما ببینید در باز منتظر بودند. حالا درباره کامرانشاه معلومات میآید. رقیبی و لحظه به نزد طبیب می رود. کامرانشاه استاپیریانی پهلوانی ما 30 سال دارد. در مجموع از 91 پیروزی طریق 60 بار رقیبان را مغلوب کرده است. نگوازه حالت اسایکومی هم است. 4 پاییزی نبردهای طریق اسایکومی جان باز کردیده است و کتمیوازه غالبیت به دست آورده است 6 مرتبه و اشتراکی بازی‌های المپی محسوب می شود. 2 بار 2016 و 2021 در توکیو 2020 این پهلوان ما اشتراکی بازی‌های المپی محسوب می شود. از گران پری 3 نشان طلا دارد، 2 نشان نقره دارد و 4 بار دیگر با نشان برنجی قناعت کرده است. حالا اکنون چست و چالاکی پهلوان ما کامرانشاه الاخوردیوف باشد از این حالت‌ها خود را هیجان میداند و ببینید خود را زمین میگیرد و کامرانشاه را اشاره کنم به سمت دیگر میبرد. با سر نو راست ایستاده است. الاخوردیوف باشد بر مقابل خود را مستحکم و قوی نگاه می‌دارد. جوانتر است و از این حالت ولی کم فعال میکند. این چیدای دویم تهدید برای پهلوان تیمی بی‌طرف. اما گولدونسکو اکنون در گولدونسکو سر کتف کامرانشاه انقره بود که این را باید با شجاعتمندانه اجرا میکرد. حالا طریق این سر کتفی کرده او را دوباره میبینیم که چگونه زیبا بود. از آسمان چوبال عقابان بود ولی هنوز هم بال عقابان شده نگردید. با پررگی باید بازیکن کشاده گردن تا رقیب از آسمان بیاید. دوباره جهد میکنه در اینجا عکس العمل را همچنین رقیب الاخوردیوف هم
با کار میبرد. مردم صدا میکند. شدای دویم را با الاخوردیف نشان میدهند چون پیوسته هجوم از جانب کامرانشاه است. پیوسته هجوم از جانب کامرانشاه است. از این خاطر رقیب را کم فعال میبیند داور مرکز. این حالت بسیار خطرناک، بسیار خطرناک. در حالت در نوارهای تکراری میبینیم در اینجا. هفتش بسیار خطرناک است. احتمال است که در اینجا برای رقیب وزری نشان دهند. حالا این بحث به میان میآید. این پرتاب چی بود؟ در گلدنسکو نه. حالا خوب است کار. اکنون دوستانی عزیز نبرد ادامه می‌یابد. اگر یک لحظه شانس رو از دست دهد کامرانشاه پس دیگر کاری او برد نمی‌کند. باید چی هنری که دارد طریق دست و چنگال خود باز دوباره در همون حالت خطرناک می‌رود و پهلو می‌آید. این حالت‌ها بسیار خطرناک هستند. باید قوی‌تر و خوبتر هنر نمایی کند. حکومت کامرانشاه به کار نمی رود. نمتی است. آن نبرد دیدنی را باید کامرانشاه در روبروی هزاران مخلصی کش نشان دهد. بجز از این تالار هزاران و میلیون ها نفر دیگر این رقابت را نظارت. باز دوباره از آسمان به زمین می آییم. این حالت ها بسیار خطرناک هستند برای کامرانشاه. این اول نبود وزری ولی بسیار خطر داشت. پای می دارد. پهلو افتیدنش نبود ولی شدای دویم رو برای کمفعالی کامرانشاه نشان دادند. شاید حکومت به کار رود. الاخوردیف اکنون ببینه در اینجا پهلو افتادن است. حالتی حسن کامی باید نگاه می‌دارد اما امکانیت را از دست می‌دهد. در حالی که رفت است پس برای چی منتظر باید شست. حالت تکرار را هم می‌بینیم. حرکت خوب بود اما توقف بود. این را هم باید فراموش نکرد. وزره بله برای کامرانشاه یوستاپیریان نشان می‌دهند. دوستانی عزیز اکنون مدال طلایی را برای کامرانشاه مراتب چهارم است که این پهلوان نامدار و نام آشنای ما از گرانپری به گردن آویزان میکند. این برداف را وزر نشان میدهد داور بعد از حالتهای تکرار نمایش دادن و مراتب چهارم طلایی میشود. کامرانشاه یوستاپیریان در وزن زیر 90 کیلو توانست که نشان طلایی را از آن خود کند. حالا شادی و طرب کامرانشاه یوستاپیریان در آغوش برادرش. ببینید چگونه پدر استاد پیرف دیروز با ما بودند. استاد اکنون دستی فرزندش خوشورد. اینجا مخلصان زیادی هستند که بار دیگر فدراسیون جهانی گشتنی جدا ببیند که طرفداران این رشته المپی در تاجیکستان چگونه زیاد است. کامرانشاه یوستاپیریان در حلقه مخلصان خویش فکر میکنم چون این شروع شوق را بار اول میبینیم. حتی نه در گرند اسلم ها نه در مستر ها در قهرمان جهان گشتنی جدا نمیدیم. دوباره میرویم دوستانی عزیز به لحظه های جالب و جذاب نبرد.
Tajikistan, Komronshah Ustopiryan. Qarsakoy شما. دوستان عزیز اکنون مراسم جایزه سپاری برای مردان زیر 90 کیلو در وزن زیر 90 کیلو کامرانشاه اوستاپیریان با نشان طلا، الدر الاخوردیف با نشان نقره و پهلوان چخیا و اوزاری با نشانه های برنجی سرفراز میشوند. پرزیدنت فدراسیون جودویی میهن اسماعیل محمدزویر برای جایزه‌داران و غالب وزن زیر 90 کیلو مدال ها را تقدیم می کند. الجان حاجیف با نشان برنجی سرفراز می شود. داوید کلامرت او نیز با این مدال برنجی قدردانی خواهد شد. نشان نقره را الدر الاخوردیف به گردن آویزان می کند و برنده مدال طلا چهارم بار است که این پهلوان ما نشان طلا را از گران پری به گردن خود می کند. کامرانشاه اوستاپیریان مراتبه چهارم مدال طلا را به گردن آویزان می کند. و حالا دوستان عزیز به خاطر سرود ملی جمهوری تاجیکستان صدا می‌دهد تا آن لحظه که سرود ملی جمهوری تاجیکستان در گران پری دوشنبه صدا دهد ما می‌رویم لحظه به نبرد قسمت فینالی کامرانشاه. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Tajikistan. از حاضرین خواهش می‌کنم که از جایهای خود بخیزند برای صدا دادن سرود ملی جمهوری تاجیکستان. Thank you very much. Family picture with the VIPs and the judoka. اینک عکس‌های خاطره‌ای. عکس خاطره‌ای دوستان عزیز در پهلوی جایزه‌داران و غالب وزن زیر 90 کیلو کامرانشاه اوستاپیریان مراتبه چهارم نشان طلایی را به گردن آویزان می‌کند. قرصکای شما. Congratulations, Dushanbe Grand Prix gold medalist from Tajikistan, Komronshah Ustopiryan. قرصکای شما.